HTML شروع میکنیم. درست است. در قدم اول که ما HTML شروع کنیم، ما یک وبسایت است رو براتون نشان میدم و نام W3 School است. W3 School. ما درس تعقیب میکنیم به اساس فهرست از تعقیب میکنیم. خب چیزی را که ای آورده به مو شکل ما پیش میریم، در فایل اندکسش میریم. کتابچه خو آوردینی؟ در بخش توتوریال میریم، در بخش لرن HTML میریم. به شکل که این وبسایت آورده درس آره به همین شکل ما چی میشیم پیش میریم. درست است. اول درباره HTML بر ما معلومات داده که HTML چی است، توسط از چی میتونیم که درباره از ما در روز گذشته معلومات کم دادم براتون. درست است، مشکل نیست. در HTML و در بخش HTML هم بود، HTML introduction است. دیگه بعض معلومات آورده درباره HTML. یکی از معلوماتی که تو باید یاد بگیری، HTML stand for Hypertext Markup Language. H hyper, T text, M markup, L language. خب دیگه بخش انگلیسی خب بلد هستی؟ کامتون بلد هستی. خب HTML stand for Markup Language for creating web page. HTML ما به خاطر صفحات وب استفاده میکنیم. همین خودش ساختار اولیه از HTML است. میبینی ساختار اولیه همین صفحه چی است؟ HTML است. حالا یک بٹن توسط چی آورده شده، فرض مثال لیست توسط چی آورده شده، این بخش توسط چی جور شده، پایین میایم این بخش توسط چی جور شده، این تمامش ساختار اولیش چی است؟ HTML است. باز بعداً توسط CSS ما این دیزاین میکنیم، به این شکل در میاریم. درست است. خب HTML describe the structure of a web page. HTML بر ما نشان میده، توضیح میده ساختار یک وب پیج یا یک وبسایت است. وب پیج و وبسایت یا میشناسید؟ همین چیزی را که حالا ما میبینیم یک وب پیج است یا وبسایت است. درست است. یک ایده را به نام وب پیج یاد میکنم. مجموعه وب پیج ها یک جای میشه و یک وبسایت هم میشه. فهمیدید؟ خب میایم در بخش مهم از این ادیتور. اول امروز ما HTML ادیتور است. ادیتور چی را میگه؟ در جایی که ما کد HTML نوشته میکنیم. ادیتورهای ساده امروز ما نوتپد است. یکی از ادیتورهایی که ما استفاده میکنیم با خاطر صفحات HTML او چی است؟ نوتپد است. اینجا من نوشته میکنم نام ازیره، نام خود چی بود؟ خان آقا. خان دات HTML انترش میکنم. صفحه ساخته نشده، مکمل ساخته نشده. خب با خاطر که اکستنشن ازیره باید تغییر بدیم. اکستنشن خب میفهمی چی است؟ هر فایل از خود اکستنشن داره، خب نوعیت داره. نوعیت فایل چی است؟ داخلش میباشه txt. این تا هنوز فایل HTML جور نشده. خب فهمیدی؟ نوعیت از ما تغییر میتونم. این txt را با چی تغییر میتونم؟ با HTML. خان دات HTML. وقتی ما این انتر میکنم میگه میخوای که این فایل are you sure you want to change it. میگه میخوای که اکستنشن از تغییر کنم. میگم بله. حالا چی شد؟ به شکل یک وب پیج تغییر خورد یا نه؟ صحیح شد. هر فایل از خود اکستنشن داره. اکستنشن از چی است؟ docs از چی است؟ docs از چی است؟ PDF. درست است. خب حال من امیر باز میکنم در براوزر خود میفهم. در نوتپد ما کد میکنیم، در براوزرش نشانش میدیم. این براوزر است. یا در دری برش فارسی برش مرورگر میگه. خب مرورگر. حالی را من چی میکنم؟ اوپن میکنم در چی؟ در نوتپد باز شد. در نوتپد نشته میکنه؟ در نوتپد نوشته میکنیم، دیگه بر ما ظاهر میشه. هر کار را که در نوتپد میکنیم دیگه رایت کلیک کردیم باز آمد. این را اوپن کردم، دبل کلیک کردم اوپن شد. دبل کلیک کردم. خب اولین کاری که ما میکنیم ساختار پروژه خود جور میکنیم. دیگه اول نوشته میکنیم دات تایپ.
doc type HTML. البته دیگه اکسیوم میخوره ندایا میخوره. این doc type HTML بر ما چی میگه؟ این نوعیت HTML ما را نشان میده، ورژن HTML ما را نشان میده. HTML ها ورژن های مختلف داشته. آخرین ورژنی که HTML فعلا ما استفاده میکنیم HTML ورژن 5 است. درست است؟ HTML ورژن چند است؟ 5 است. امی doc type در HTML که ما ناشته میکنیم این بر ما نشان میده که ما از HTML ورژن 5 استفاده میکنیم. فهمیدی؟ doc type برام نشان میده که ورژن 5 است. ورژن 5 است. بدون از این ما ساده ناشته کرده میتونیم که HTML ای تگ است. امی خودش تگ است. هر چیزی که بین دو تا امی less than و greater than دو علامه کوچکتر و بزرگتر، این علامه را به نام چی خودت یاد میکنی؟ در کامپیوتر less than greater than است نه؟ درست است. هر چیزی که بین از ناشته میشه امروز ما چی است؟ تگ است. به نام چی یاد میشه؟ به نام تگ یاد میشه. به نام تگ یاد میشه. امی خودش HTML امروز ما یک تگ است. امی تگ ما بسته میکنیم. بستنش توسط چی میشه؟ توسط اول less than نوشته میکنیم، بعدا سلش میتیم، بعد از اون HTML نوشته میکنیم و دوباره باز greater than این بسته شد. بعد از این امروز ما بخش مهم دیگه چی است؟ هید است. یا را باید توضیح میتونم کلش هید چی میکنه، HTML چی میکنه. خب این را هم بسته میکنیم. در داخل امی باز ما کود خود نوشته میکنیم. سلش هید. در داخل هید کود جدا نوشته میشه و در داخل بعد از این ما چی میگیریم؟ بادی میگیریم. بادی این ساختار دیره یاد میگیم. این هم دیگه چی میکنیم؟ بسته میکنیم. سلش بادی قوز بست. این فایل ما کنترل اس میکنیم. صف شد نی؟ چه چقدر کود کنترل اس چقدر کود ما نوشته کردیم؟ تقریبا 5-6 خط کود ما نوشته کردیم. یه جا آمدم این را ریفرش کردم. و علیکم السلام. دیگه چیز اضافه شد؟ هیچ چیز هم اضافه نشد. درست است. حال ما این به خاطر اضافه کردن از چی میکنیم؟ در بودی میکنیم، در بخش بودی. هر چیزی که تو میخوایی در صفحه نمایش داده شود در بخش چی نوشته میکنی؟ بودی نوشته میکنی. خب من فرض مثال یک مقاله نوشته میکنم. با خاطر نوشتن مقاله اول ما تگای H باید بشناسیم. H1 تگای H است که به نام هیدینگ یاد میشه. هیدینگ تگ یک هیدینگ تگ است. امروز ما این را پس بسته میکنیم. H1 سعی کنم در اینجا بازش کردم، داخلش نوشته کردم و اینجا چی کردم؟ بستهش کردم. کنترل اس آمدم در اینجا چی میکنم؟ ریفرش اضافه شد یا نه؟ اضافه شد. بدون از این ما اضافه کرده میتونیم ولی مسلکی نمیایم. بدون از این اگر من نوشته کنم نمیده اضافه میشه ولی مسلکی نمیایم و این بازکار هم نمیده. صفحات صحیح باز ما کار میکنیم بازکار نمیده دیگه. اندازه ازی چی شد؟ شکر شد و شکل ساده شد. این دوباره من کنترل زد مکمل نمیشه. روی پس میمیره چی میکنم؟ دیگه باز میکنم. درست است؟ این چند بود؟ تگ H1 بود. تگ H1 با خاطر هیدینگ استفاده میشه. با خاطر چی؟ هیدینگ. با خاطر هیدینگ چی را میگه؟ هیدینگ سر عنوان میگه نه؟ شروع یک صفحه. خب اینجا H2 دادم. فرق بین H1 و H2 چی است؟ این هیدینگ دوم شد. هیدینگ 2 سلش میتونم H2 و ایام چی میشه؟ بسته میشه. سعی کن فرق بین از دو ظاهرا براتون معلوم میشه. این عنوان اصلی شد امروز ما. این عنوان چی شد؟ فرعی شد. این خردتر شد. این خردتر شد.
آمدم امیر کپی میکنم هیدینگ چند میتون کنترل سی کنترل بی ایره 3 جور میکنم ایرم دیجا 3 جور میکنم کنترل اس ریفرش یا جو کدام چی شد؟ خردتر شد ما از هیدینگ 1 تا هیدینگ 6 استفاده کرده میتونم این هیدینگ 1 شد خردتر میشه این هیدینگ 2 شد این هیدینگ 3 شد خب حالا میم ایره در یک مقاله اصلی نوشته یک صفحه اصلی برابر میکنیم تنظیم میکنیم فرض مثال ما یک مقاله نوشته میکنیم topic about افغانستان یک مقاله درباره چیه؟ افغانستان است درست است خود مقاله رو در چی نوشته میکنیم در تگ پی به اینجا تگ چی رو باز میکنیم پی یعنی پاراگراف ما در پی میگیریم خب و این همی چی میکنیم بستش میکنیم پی رو بسته کردیم و در داخل همی چی میگیریم نوشته خود میگیریم هر چیزی که نوشته میکنیم همین نوشته رو از چی میارم از ونورد بیارم در بلانک دوکومنت رفتم شارکتش چی بود؟ شارکت ویندوز آر زدیم رن آمد صحیح زورا باید بفهمیم اینا رو و دیجا ونورد نوشته میکنیم چی میه؟ خود ونورد میه حالا دیجا ما با آسانی تکست پیدا کرده میتونیم خوب گرفته میتونیم میگم چند پاراگراف یک 10 پاراگراف برای من بدیم درست؟ انترش میکنم 10 پاراگراف آمد از همین زیر کپی میکنم و از همین پاراگراف چیش میکنم پیستش میکنم کنترل ایس حالا میبینم صحیح بعد از هیدینگ 1 چی برام آمد؟ نوشتهش آمد پاراگرافش آمد صحیح شد؟ خب حالا ما هیدینگ 2 رو بخاطر چی استفاده میکنم؟ کابل استفاده میکنم کابل یک عنوان فرعی است نی؟ آمدید؟ صحیح که الان ما یک مقاله داشته باشیم که درباره ممالک آسیایی باشه این را صحیح باید توضیح کنیم این را بفهمیم این را ورد و همراه ما همی هیدینگ خب صحیح که همیجا نشان میتونم این هیدینگ 1 2 همه تو 3 4 5 6 7 8 این بزرگ شده میده همین هیدینگ ها در اینجا هست اگر ما یک مقاله جور میکنیم درباره ممالک آسیایی و این باشه مملکت اول همراه ما چی باشه؟ افغانستان باشه افغانستان صحیح شد این را ما هیدینگ چند میگیریم؟ هیدینگ 1 میگیریم اگر یک معلومات نوشته میکنیم درباره یک ولایت از افغانستان فرض مثال کابل این را در هیدینگ چند میگیریم؟ این را هیدینگ 2 میگیریم آفرین صحیح که هیدینگ 3 به وجود آمد در کابل درباره یک منطقه ولسوالی معلومات نوشته میکنیم فرض مثال بگرامی ولسوالی است نی؟ این را هیدینگ چند میگیریم؟ هیدینگ 3 میگیریم بخاطر که جزئی است خب اگر ما میم درباره یک ولایت دیگه معلومات میکنم فرض مثالی جا نوشته میکنم پر وان این را هیدینگ چند میگیرم؟ این را باز وان میگیریم؟ چند؟ هیدینگ 1 میشه 2 میشه دیگه 2 میشه ولایت است نه؟ در لیست ولایت می این را باز 2 میگیریم درست است؟ اما تو اگر درباره یک ولسوالی از این معلومات میگی برای هیدینگ 3 درست است؟ خب اگر ما یک مملکت دیگر را نوشته میکنم چاینا درباره از این معلومات میگیم این را هیدینگ چند میگیریم؟ هیدینگ 1 هیدینگ 1 فهمی دیگه که هیدینگ 1 در کجا استفاده میشه و یا باز همراه ما پاراگراف است این را باز چی میگیریم؟ در پاراگراف میگیریم این جبه ای که همراه ما پاراگراف هم است خب این چی باشه؟ لیست پاراگراف این را چی باشه؟ این هم در پاراگراف باشه بگرامی البته این را باز کلش را چی میگیریم؟ در پاراگراف میگیریم در ورد از این هیدینگ 1 to 2 ستایل از این در کجا استفاده میشه؟ در این بخش استفاده میشه خب فایده از چی است؟ فرض مثال ما میخوایم یک فهرست جور کنم چی جور کنم؟ فهرست در ریفرنس میم و در تیبل آف کانتنت میم دیگه یک فهرست جور میکنیم این اتومات خودش بر ما فهرست جور میکنیم فهمید؟ تیبل آف کانتنت
معلومات درباره افغانستان، کابل، بغرامی، چینا در صفحه چند است؟ چینا معلوماتش در صفحه چند است؟ در 2 است. حالا ما کنترل بٹن میگیریم، سر از کلیک میکنیم در صفحه چند مرا میبره؟ در صفحه 2 مرا. یعنی در ورد با خاطر از این استفاده میشه. در وبسایت هم میرخم استفاده. حالا ما میم دیگه چند میگیرم، فرض مثال یک ولایت میگیرم، ولایت چی میگیرم؟ هیدینگ 2 میگیرم. صحیح؟ اینجا نوشته کردم کابل، این هیدینگ چند شد؟ 2 شد. آمده میره ریفرش کردم، این چی شد؟ تغییر کابل. حالا معلومات درباره کابل نوشته میکنم، در چی نوشته کنم؟ تاگی پاراگراف هم میگیریم نه؟ پیره باز کردم و این معلومات از یه چی میکنم؟ کپی میکنم، کپی گرفته بودم فکر کنم، من میرم پیست میکنم، پیست شد نه؟ پس تاگی پیره چی میکنم؟ اینجا بسته میکنم، پی بسته، کنترل ایس ریفرش. یعنی مشکل است؟ نیست. خب به همین شکل اگر درباره یک مملکت دیگه معلومات میدیم، فرض مثال ایران یا ازبکستان، در هیدینگ چند میگیرم؟ هیدینگ باز اول میشه. هیدینگ 1 میشه. هیدینگ 1 باز میکنم و این را پس همیجا بستیش میکنم H1 و در داخل از این معلومات اضافه میکنم. فرض مثال ازبکستان میکنم، صحیح شد. حالا معلومات از را که نوشته میکنم، در چی نوشته میکنم؟ در تاگی پی پاراگراف. این معلومات کنترل بی میکنم یا اول تاگی پی را دیگه بسته میکنم. مشکل نیست اگر اول بسته شود یا آخر بسته شود. مسخط معلومات باید بین اجازه کا باشه. فهمیدیم؟ کنترل بی کنترل اس. حالا نمیجا ریفرشش میکنم. نوتپد کو ویندوز داره نی؟ باید مرورگر را نصب کنی، داری یا نه؟ مرورگر اینی کروم دارم داری، مشکل نیست. یا کامپیوتر بیارم داره کار میکنی، کامپیوتر بیار نور الان خوب میشه، بسیار خوب میشه. سعی کو با ضمیر ما ترتیب میدیم توسط CSS. فهمیدی؟ فرض مثال ما میم اینجا یک کم CSS هم باید کار میکنم، یک کم ذره که بفهمی اهمیت CSS چی است. همین جمع میره رنگ آمیزی میکنم. اول استایلی تگ استایل هم میگیریم دیگه با خاطر CSS و امیر ما اینجا بسته میکنم، میگم میده اینجا بسته شد. فهمیدی؟ و دیگه انتخاب میکنم چی را؟ H1 انتخاب کردم، آمدم برای چی میتونم؟ قوس باز میکنم، من قوس دوباره باز استان میکنم و انتر میکنی و پایین میری دیگه برای از استایل میکنی. میگم استایل از چی باشه؟ میگم اول بک‌گراند برای از بکی، بک‌گراند کلر میدیم، داش کلر میدیم. بک‌گراند کلر بکی برنگی چی باشه؟ رد سایز میگم برنگ رد باشه. در آخر سمی کالن میدیم. تاگه بک‌گراند کلر نوشته کردم، کالن دادم، باز رد نوشته کردم، باز سمی کالن دادم و میگم کلر به خاطر خود امی رنگ تکست استفاده میشه. میگم این چی باشه؟ برنگ سفید باشه. سمی کالن کنترل اس آمده میره ریفرش کردم. استایل نگیره. خب بک‌گراند کلر نگرفتم، اینجا یک دیر آمده. سعی که کم اشتباهی چی که شب اسپلینگ از پیش چا باز کار نمیکنه. صحیح شد. حالا همی اصلی توسط همی چیزا ساختن رنگ میتی، رنگ آمیزی میکنی دیگه میکنی یا جور میشن. خب میگم این نوشته در وسط بیاید. چطور در وسط میاری؟ میگم تکست الاین، تکست داش الاین. این را در کجا بیاد؟ در سنتر بیاد، در وسط بیاد. کنترل اسش میکنم، ریفرشش میکنم در وسط. تنها دیگه نی دیگه بیایی این هم به شکل شد. میگم هیدینگ 2 را ما به می شکل استایل بدیم. هیدینگ 2 را دیگه فقط بگی یک کاما پرده و هیدینگ 2 را نوشته کنیش. فیش کنم ریفرش. ولایت هم شد.
فهمیدی؟ این را باز رنگ آمیزی میکنیم دیگه میکنیم. فعلا تو همه قدر یاد بگی که داک تایپ چی است، HTML چی است. HTML خواهد به خاطر صفات HTML میگیریم. خب اگر ما داک تایپ نگیریم هم کار میکنه. صحیح؟ امیر ما داک تایپ نگرفتیم، میره ریفرش میکنیم. کار داد یا نه؟ مشکل داره؟ نه هیچ مشکل نداره، امور رسوم است. ولی اگر ما HTML از بین ببرم، HTML از بین ببرم، برای هر نوشتنش باید اول امیار نوشته کنیم. اول امیار رو نوشته کنیم. HTML چی کردم از بین بردم. حالا میبینیم که چی میشه. کنترل S ایره آمدم ریفرش کردم. بازم چیزی شد؟ نشد. دیگه آمدم بادی را از بین بردم. بادی را دیگه از بین بردم و دیگه از بین بردم. کنترل S چیزی داری را آمد؟ نه آمدم دیگه استایل از بین بردم. چی را؟ استایل. اینا اگر نباشه تغییر نمیشه. این استایل از بین رفت. از بین رفت. به همین شکل اگر یار ما استفاده نکنیم با سی استفاده نمیشه. هیدینگ نگیریم. اگر ما همینجا داک تایپ میگم داک تایپ و HTML. داک تایپ چی مانمونه؟ داک تایپ نوعیت فایل ما. داک تایپ نوعیت فایل ما ورژن چند است. صحیح؟ کل سفر چی کرد؟ ناپدید کرد. صحیح که داک تایپ که ما استفاده میکنیم این باز قوانین تطبیق میکنه. قوانین چی میکنه؟ تطبیق میکنه. اگر ما داک تایپ استفاده نکنیم، ما اگر بدون قانون هم پیش بریم هیچ مشکل نیست. در HTML ورژن 4 ما بدون قوانین هم اگر پیش میرفتیم مشکل نبود. مثل کتاب حالا من ایره نوشته میکنم، کل نوشته هر چیزه بر ما میاره یا نی؟ صد ازی که اینترنت کار کنم؟ نه بدون اینترنت. ما بدون اینترنت فلان کار میکنیم. وقتی که ما داک تایپ استفاده کنیم باز قوانین تطبیق میشه. قوانین چی میشن؟ تطبیق میشه. بازی HTML از اپ و چیزی نداره، فقط این نوتپد نشته میکنیم و در نه داره وارا باز پسان برد نشون فردا برد معرفی میکنم. یک اپ هست به نام VS Code که از اون استفاده میکنیم با خاطر نوشتن کد. با جای نوتپد دیگه ما نوشته میکنیم. فهمیدی؟ فرض مثال یک صفحه HTML اگر من جور میکنم دیگه میگم اینجا نیو فایل برو و دیگه برام چی کو HTML اول یک نام میتونم index.html. خوبی از این چی هست خون؟ اگر من اینجا شفت بگیرم و این علامه رو بدم انتر کردم میرم اما تمام کود اولی از رو برام چی کرد؟ بدون ازی که من نوشته کنم. دیگه خوبیش هست دیگه من H1 نوشته میکنم. H1 وقت انتر میکنم و خودش بسته میکنم. یا فقط نیاز است که نشته کنی دیگه؟ نوشتن نیاز نیست که زیاد نه در بینش چی میخوایی؟ در کجا بسته شد و چی رقم بسته شد او چیزا باز نیاز نیست. این بسیار آسان میشه. توسط کار امروزی بسیار چی میشه؟ آسان میشه. دیگه بر ما اگر هیچ استایل چیزی میتیم نقل میتخون صحیح؟ اینجا من استایل نوشته کردم. ام براکت ایچیش هم نگرفتم. لیز دن و گریتر دن نگرفتم. فقط استایل نوشته کردم انترش کردم. تا که شباز هم کرد بسته هم کرد. فهمیدی؟ فرض مثال من میگم اینجا امروز من H1 هست. درست است؟ و این H1 هم استایل میتونم. اینجا من نوشته کردم بک‌گراند. صحیح؟ خودش آورد. فقط بک‌گراند رو نوشته کردم کل مشخصات خودش آورد. دیگه بک‌گراند کلر میخوایی، ایمیج میخوایی، پوزیشن میخوایی، ریپیت میخوایی، چی میخوایی؟ این باز بسیار کار ما آسان میکنه. خب این رو باز فردا برات نشان میدم. تو فعلا در نوپد همه قدر یاد میگیم. درست است؟ داک تایپ یاد بگی، HTML یاد بگیم. فهمیدی؟ همون ساختار اولیه. ریکورد هم نکردی نه؟ ریکارد کردم. ریکارد شد.